السلام علیکم برادر محترم سازین تینجین الله همیشه حفظ کنه. بعضی برادرها چون مسافر میگیرن و مقصد که سنت ها را نمیخوانن، این کار جایز نیست. ای حضرت از عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه در صحیح بخاری می آید که رسول الله صلی الله علیه و سلم 17 روز در مکة الله بودن، قصر کردن. یعنی مدتی سفر بیان میکنه و این دیگر روایت ها همیته آمده همش روایت های صحیح هستند. مثلا در ترمذی گرفتگی ای قول ائمه را که مثلا بعضیاش رأیش همی هسته که یعنی 10 روز اگر نیت کنی مرا چیز پر میشه و هر یک کدامش به احادیثه. بعضیاش 17 روز و بعضیاش 15 روز. 15 روز هم مذهب خدموی و چند کس روایتش کردگی او را بیان کردگی. حضرت خلاصه که یه مسلمان اگر خانهش نیت میکنه سفره، مثلا مقصدش که 15 روز زیاد میستم، خیلی نه 20 روز میستم در جا، وقتی همین نیت میکنه حضرت میفرویه خونهشو، در مدتی راهش قصر میخونه، اما وقتی در جاش رسید دیگه قصر نمیخونه. مثلا نه تاجیکستان میفروی نیت میکنی که میرم کار مینم بهاری میام، وقتی که در مدتی سفر هستی قصر میخونی، وقتی که در همون جاد رسیدی دیگه نماز تا پره میخونی. موافق احادیث صحیح بخاری و یاد همش هستی. لیکن اگر رفته و یه انسان مثلا ای تاجیکستان میفرویه میگه که من میرم فلان چیز معای رسیه میگیرم، خیلی نه پسر ما میرم میگیرم میگردم، میرم پسر ما میگیرم میگردم، لیکن میایه یه روزه کار نیستی، ممکن که 2 روز میکشه، 10 روز میکشه، با گاهی است 1 ماه میکشه، 3 ماه میکشه. این صورت ده حضرت وقتی که خودش نیت داره که بیایه بگیره بچهش بگرده، در این صورت همه تو همون روزا را قصر میخونه حضرت. یعنی به خاطر این است که این روز هم که پسرش بیاوه رجوع میکنن گشتنه، این حکمش دیگه های. اون برادرها مثلا فقط از این غلط استدلال ای که حکم سفر گویا در خودشو میتنه دیگر نمازها را نمیخونن یا که همیشه قصر میخونن، او یگان ایتری حکم شریعتی نیست. این مثلا خلافی کتاب ها هستک در بخاری ها مدت بیان کردگی هستک، اینقدر ای پیش خودشو دین بازیچه کرده نمیتونن. و دوم مسئله ای که درباره آیا در چی سند میخوانی، در مثلا در سفر سنت میخوانی یا نمیخوانی، اقوال ائمه را ای ترمذی یا همش رایی کردم حضرت که یعنی انسان اگر رفته و چی میکنه وقتی که مثلا در سفر هم که باشه حضرت باید بخونه. ائمه روان کردم در جده 2 قول است از ائمه که عبدالله ابن عمر رضی الله عنه میگه اگر من صلات نافله بخونم، یعنی سنت را بعد نماز بخونم، او دا همون پران نماز ما بخونم او خوبه بمونه. حضرت جان ای همون قول عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه امام ترمذی رحمه الله هم او قول ذکر کردگی، هم ای قول امام بخاری را ذکر کردگی که عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه روایت آمدگی ای که خود حضرت عبدالله ابن عمر گفتگی ای که جناب پیغمبر پیش ای فرضا و بعد از فرضا میخوان نماز. یعنی از حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه 2 نمود اختلاف ای، مقصد نمودش که مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم ترک نمیکردن یگان نماز شو. مثلا در
احادیثی اخیره که ترکم امام ترمذی همه اقوال امام ترمذی را همی تا گرفته پرداختم. میگه که یعنی خود امام ترمذی میگه و قال محمد ابن اسماعیل، یعنی امام بخاری گفتگیه، امام بخاری خودش گفتگیه. و قد روی هذا الحديث عن عبید الله ابن عمر، یعنی از همین روایت شده است عبدالله ابن عمر یا عبید الله، عن رجل من علی سراقه، یعنی یک انسان ایمی آل سراقه. میگه خیلی خلاص میگه که میگه که کنه یتطوع فی سفر قبل صلات و بعدها، جناب پیغمبر پیش نماز و بعد از نماز نمازهای سنت ها را میخواندند و از پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت است که قصر میکرد، یعنی در سفر خواندن نماز هست ای حضرت. که کسایی که نمیخوانند محروم نمازن اونا را جواب نداده استیم، لیکن برادری که نماز بخوانی و نخوانی ایکو اولا و بهتر همش خواندنه و او چیزی که به الله نزدیک میکنه انسانه همین نمازهای همین سنت ها و نوافل همی ها هستن. و بالخصوص اینا را در سفر خواندن به کاری که یگان اوری همیشه یگان مشکلات میشه و یگان پریشانی میشه، همه او چیزا دور میشه من حضرت. و دلیل احادیث صحیح و از امام بخاری رحمه الله همین روایت در ترمذی صحیح هسته و کدام کتابش مثلا اینا را همش پر تیر کرده ایسم تا که در جستجوی شما را هم آسان شود. روایت صحیح 100% که از خود اما عبدالله ابن عمر و دیگراش هم و در دیگه احادیث هم، غیر این احادیث ها بسیار زیاده، همون قایی که همه چیز پرتافته نمیشه و در رو، لیکن در کدام ضرورت باشه انشاءالله می پرتایم. خودی حضرت عبدالله ابن عمر میگه که پیش نماز جناب پیغمبر نمازهای چیشه خون، اصل تطوع گفته همین غیر فرض واجب همش در تطوع میدرویه، یعنی سنت ها و نافله ها و یا همش در تطوع میدرویه. مقصد اینا را خواندنش حتمیه، باید که حتما انسان بخونه و اجر حاصل بکنه و به الله نزدیک شدن یعنی ذریعه همی هسته که نفل یعنی مراد سنت را اهمیت دادن، زیادی نماز خواندن، همینا به الله نزدیک میکنن انسانه، یعنی حتما خواندن شو بکنه. سلام علیکم.